اهل بیت فرزندان خود را به نام صحابه می‌گذاشتند. علی رضی الله عنه از فرط محبتش به دیگر خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم 3 تن از فرزندانش را با نام گرامی آنان نامگذاری کرد. ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب که با برادر بزرگوارش امام حسین در صحنه کربلا به شهادت رسید. عمر ابن علی ابن ابی طالب که با برادر بزرگوارش امام حسین در حماسه کربلا شرکت می کند و پس از جهاد و مبارزه زنده با امام زین العابدین به مدینه برمیگردد. عثمان ابن علی ابن ابی طالب که با برادر بزرگوارش امام حسین در کربلا به شهادت می رسد. امام حسن مجتبی رضی الله عنه نیز 3 تن از فرزندانش را ابوبکر و عمر و طلحه نام می‌گذارد که با عمویشان در کربلا به شهادت می‌رسند. امام حسین رضی الله عنه نیز فرزندش را عمر می‌نامد. امام زین العابدین رحمه الله یکی از دخترانش را عایشه و یکی از پسرانش را عمر نامگذاری می‌کند که نسل عمر ابن زین العابدین ادامه پیدا می‌کند. نبض في القلوب قلوبنا والصحب رجع صداه في الألباب. و دلایل وجود این نامهای مبارک قطعی و یقینی است، چون نسل‌های آنان ادامه دارد و بلکه خود کتب شیعه که جریان حادثه کربلا را نقل می‌کنند گواهی می‌دهند که ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب و ابوبکر ابن حسن ابن علی و عمر ابن علی و عثمان ابن علی در کنار امام حسین به شهادت رسیدند. بنابراین ای برادر شیعی منصف، فرزندت را چه می‌نامی؟ آیا اسمی را برایش می‌پسندی که از دید شما و همسر و خانواده‌ات دلالتی روشن و دوست داشتنی داشته باشد، یا اینکه هرچه پیش آمد خوش آمد، حتی اگر اسم دشمنانت باشد؟ چرا در حسینیه ها از این قبیل شهدا اسمی برده نمی شود و در دسته های عزاداری کسی نام آنها را نمی برد؟ به راستی چرا از این قهرمانان اهل بیت هیچ خبری نیست، در حالی که عمر ابن علی ابن ابی طالب و عمر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب از شجاع ترین و حماسه آفرین ترین مردان آن صحنه تاریخی بودند؟ خلاصه این که مسئله نامگذاری ائمه اهل بیت فرزندانشان را به نامهای افتخارانگیز ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و دیگر بزرگان صحابه یکی از مسائل مهمی است که در قاموس تشیع نوین هیچ پاسخی برای آن نمیتوان یافت. ناممکن است اگر بگوییم آنها بدون در نظر داشتن معنا و دلالت این اسمها فرزندانشان را به این نامهای گرامی و فخرآفرین نامیدند. آیا چون این چیزی عاقلانه است؟ پس چرا شما نمینامید؟ عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.